مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر حصار در مدت فعالیت قریبی 20 ساله خود مؤسسه تندرستی مملکت را با متخصصان صاحب کسب تامین نموده است. حالا در کالج مذکور 1700 نفر دانشجو تحصیل میکنند که از این شمار نزدیک به 1000 نفرشان را دختران تشکیل میدهند. طور عیان شد آن اختصاصاتی که به دانشجویان آموزانده می شود طلبات در مؤسسه های طبی بیشتر است. از این رو در این مکان دانشجویان از همه ناحیه‌های وادی حصار، ناحیه‌های وحدت و رودکی و ولایت‌های سوخت و ختلان تحصیل میکنند. کالج با سیمخانه‌های الکترونی موجود است، کتابخانه الکترونی، 70 عدد کامپیوترهای حاضر زمان تامین کرده شده است، 4 عدد دستگاه الکترونی، ویدیو پروژکتور، همه اینا در سال تحصیل 2017-18 فراهم آورده شده است. امیدواریم که دانشجویان ما رفته در آینده با خلق وطن خدمت نمایند. در برابر تعمیر خوشصفت جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار درباره سریع وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه و زمستانی سالهای 2017-2018 ستاد مخصوص تشکیل کرده شده و برای گذراندن فصل سرما پورا آمادگی دیده است. در وقت زمستانگذرانی نظارت سیمخانه از جهت هم بالاپوش و هم از جهت آینه‌بندی و تامین نمودن گرمی در سیمخانه‌ها ستاد تشکیل شده است و وظیفه ستاد این از نظارت گذراندن تمام سیمخانه‌ها در وقت زمستان. البته ما این سال در نظر داریم که زمستان امسال رو به کمبودی گذرانیم. مامورات کالج طبی شهر حصار در آینده برای بهتر به راه ماندن روند تعلیم و تربیت و موافق طلبات زمان تیار نمودن متخصصان میانه طب همچنین برای در سطح بلند گذراندن همه گونه چاره‌بینی‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشد.